الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 72 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله است که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. در حلقه گذشته به شما بیان گشت که ضد محبت این بغض است و کره است، که وقتی که محبت نابود شد، بغض و کره و بدبینی جای محبت را خواهد گرفت. و همین بغض و همین کره و بدبینی کلمه لا اله الا الله و مقتضا و طلبات های لا اله الا الله انسان را کافر می کند. برای همین میگن کفر البغض و الکره. پس بدانید که بغض این ضد محبت است، شکننده محبت، نابود کننده محبت این بغض است. محبت شرط از شرط های لا اله الا الله بود که بغض و عداوت را نابود میکرد. محبت بغض را نابود میکرد و بغض لا اله الا الله بدانید که محبت را نابود میکند. و به همین بغض، یعنی وقتی که انسان لا اله الا الله را بدید، نسبتش بغض پیدا کرد، بداند که بغض به الله کرده است، بغض به رسول الله و به دین الله و به فعلهای رسول الله و بغض و عداوت به دوستان الله، اولیاء الله کرده است، که این بغض ضد محبت الله است. بغض یعنی ضد محبت لا اله الا الله است و ضد محبت آن چیزی که این کلمه به همون دلالت می کند یا که طلب می کند است. پس هر کسی که چیزی از چیزهایی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم آورده اند بد ببیند، سنت از سنت های رسول الله، حکم از حکم های رسول الله که رسول الله از جانب الله آورده اند، پس بداند که الله را بد دیده است و این عملش اسلامش را نابود میکند. اولا این عملش محبت الله را نابود میکند، میشکند، محبت رسول الله را میشکند، محبت دین را میشکند. کسی که چیزی از چیزهای آورده رسول الله صلی الله علیه وسلم را بد ببیند، نسبتش بغض داشته باشد، این دلالت میکند که محبتش دروغ است، محبت ندارد. پس معلوم است که عبادت بر بالای محبت قائم می شود. عبادت بر بالای محبت پایبند می شود و پیدا می شود. هر کسی که الله را دوست ندارد، آن چیزی که الله دوست می دارد آن را دوست ندارد، پس از جمله بندگان الله نیست، از جمله اولیای الله نیست، از جمله مسلمان و مؤمنین نیست. بارک الله فیکم. پس بدانید که بغض این از عمل قلب است. این یک مسئله است که بغض مکانش کجاست. بغض این از عملهای قلب است.
محل قلب، مکان قلب، یا که محل بغض، مکان بغض این دل هست، قلب است. اما اثرهای بغض و عداوت و چیزهای لازمی که با همراهی بغض همیشه شدنش ضرور است به زبان انسان ظاهر می کند، آشکار می شود، به جسم انسان پیدا می شود. پس نامیده می شود اثرها و چیزهای ضروری بغض را بغض عملی. پس هر انسانی که ظاهرا نسبت دین بغض دارد، به زبانش بغض دارد، به عملهایش نسبت دین بغض دارد، نسبت کلمه لا اله الا الله بغض دارد، این دلالت میکرد که قلبش بغض دارد. زیرا که اصل بغض و عداوت و دشمنی و بدبینی لا اله الا الله، دین و الله و رسولش، کتابش، این در قلب است. وقتی که در قلب بغض و عداوت و دشمنی جوش میزند، اثرش به زبان و جسم هم به وجود می آید. پس رکن بغض چند تاست؟ علما میگن بغض به خود رکنها دارد، 3 تاست: بغض قلب، بغض زبان و بغض جسم. بغض قلب اولین رکن بغض قلب این محل بغض است و اصل بغض است. یعنی اصل پیدایش بغض و بدبینی این قلب است. بغض زبان به مانند دشنام دادن، به مانند اظهار کردن بدبینی دین، این بغض با زبان است. چخیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 118 میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفی صدورهم اکبر. به تحقیق پیدا کردن بغض و عداوت و بدبینی را از زبانهایشان و آنچی که در صدورشان، قلبشان، درونشان پنهان میکنند، باز بغضی سختتر است و بدتر است. سبحان الله. الله در این آیت بیان میکند که به زبانشان بد دیدند اما در قلبشان بدبینی باز سختتر است. سومین رکن بغض این بغض جسم است. بغض با جسم به مانند عملهای جسمی، به مانند فعلهای ظاهری عداوت که جنگ کردن بر ضد دین، عملا کوشش کردن برای نابودی موحدین و دین، که این همه بغض است و نابود کننده محبت است و شکننده توحید است. بغض عملی. بغض عملی بغض است که تعلق به فعل ظاهری و عملی جسمی انسان دارد و ضابطش، یعنی دائره این بغض عملی آن است که دلالت بر بغض قلب میکند. اولا بغض جسمی دلالت به بغض قلبی میکند و دلالت به بدبینی قلبی میکند. یعنی انسانی که به جسمش بدبینی دین را نشان میدهد، این دلالت میکند که قلبش مریض است، بغض دارد، بدبینی دین دارد. به مانند کسی که به جسمش رسول الله را به قتل میرساند، فرق ندارد که این رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا که غیر رسول اکرم، دیگر از رسولان، رسول ما صلی الله علیه وسلم را هم چندین مراتب خواستند که به قتل رسانند. قریشی ها خواستند که به قتل رسانند، اما رسول الله هجرت کردند و الله فریب و نیرنگ و مکر و حیله مشرکان را شکست داد و این چنین به رسول الله زهر دادند که این همش بغض عملی است، یا که به قتل رسانیدن دوستای الله، جنگ کردن به ضد دوستای الله، یا که جنگ کردن به دین، جنگ کردن به آن چیزی که الله امر کرده است و فرض کرده است. سب یعنی دشنام، حقارت،
تحقیر دین و اهل دین. سبحان الله. پس همه این عملهایی که گفتیم، این عملها از عملهای بغض جسمی است. این عملهایی که ذکر نمودیم، عملهای ظاهری جسمی که از بغض به وجود آمده است، از قلب سالم و از قلبی که در درون قلب محبت الله پروریده می شود، محبت رسول الله در این قلب است، محبت دین است و از دین راضی است، این عملها از این انسان به وجود نمی آید، زیرا که این عملها همش کفر است. دشنام الله و به قدر رساندن نقشه به قدر رساندن رسول الله، یا که نقشه به قدر رساندن موحدین و اولیاء، این همه بغض است نسبت دین و از قلب سالمی که محبت الله و رسول دینش را دارد به وجود نمی آید. این عملها از یک قلب صادر می شود که این قلب کافر است یا که این قلب منافق است، قلبی که بدبیننده و مبغض الله و رسول دینش است. سبحان الله. پس این قلب چگونه قلبی بد است که الله، رسول الله و دین الله را بد می‌بیند؟ به همین خاطر موحدین را به قتل می‌رساند، ضد اونها جنگ می‌کند، ضد دین الله جنگ می‌کند، ضد فرضیت الله جنگ می‌کند، سب و دشنام به دین و اهل دین می‌دهد. سبحان الله. پس این عقیده اهل سنت و الجماعت است. در این عقیده هیچ کسی مخالف نبرآمده است مگرم مرجئه. سبحان الله. مرجئه ها در حقیقت ضرری شدید برای امت اسلام دارند، زیرا که در همین مسئله هم مخالف اهل سنت و الجماعت شدند و میگویند، یعنی مرجئه ها علاقه باطنی و ظاهری و لازم و تلازمی بین باطن و ظاهر را رد میکنند. مرجئه ها کسانی هستند که علاقه یک لازمیه که بین باطن هست و ظاهر هست، چخیلی که معلوم است این چیز، همین رو رد میکنند. چخیلی که مذهبی مرجئه همین است در ایمان هم. بارک الله فیکم. پس دلیل بر این که بغض ظاهر می شود، بغض ظاهری هم وجود دارد، این قول الله سبحانه و تعالی است که ما به شما کمی پیش بیان نمودیم. سوره آل عمران آیه 118 که الله میگه قد بدت البغضاء من افواههم. قد به پیشی فعل وقتی که می‌دارد البته معنای تحقیق، معنای تقلیل، تکثیر و غیره رو میدهد. عموما در اینجا از زبانشان، دهانشان بغض و عداوت صادر شد آمده است. و این چنین بغض عملی به مانند استحلال عملی، جحود عملی و این قسم است. پس در همین مسئله بغض زبانی یا که بغض عملی جسمی، مردم تقسیم شده اند. کسانی که خود را مسلمان می نامند تقسیم شده اند. در همین اصل مردم تقسیم شده اند بین خوارج، بین مرجئه و بین فرقه ناجی اهل سنت و الجماعت. خوارج ها به یک عملی یگانه، به یک عملی گناه یگانه، به یک گناه عادی انسان را تکفیر میکنند. فکر میکنند که این عمل از سبب بغض به وجود آمد. مرجئه ها باشند هیچ وقت تکفیر نمی کنند مگرم به اعتقاد قلب. اما اهل سنت و الجماعت می نگرند هیچگاه به یک عملی عادی کسی را تکفیر نمی کنند، به گناه کبیره کسی را تکفیر نمی کنند، اما کسی که در حقیقت شرک و کفر اکبر را به وجود آورده است تکفیر می کنند. یعنی نه افراط و نه تفریط در نزد اهل سنت و الجماعت.
بارک الله فیکم. پس این چنین مسئله این است که بغض به خودش چیزهای لازمی دارد. یعنی وقتی که بغض به وجود آمد یک چند چیز هم حتما به وجود میاد. خیلی که ما به شما بیان کردیم که محبت به خودش چیزهای ضروری و لوازم دارد. محبت این کلمه 5 چیز با محبت دارد. یعنی محبت لوازم دارد: محبت الله، اطاعت الله، پیروی رسول الله، محبت آن چیزی که الله دوست می دارد، الولاء و البراء. همه اش این از چیزهای لوازمی محبت بود، چیزهای ضروری محبت. وقتی که محبت آمد باید اینها هم به وجود آید. طاعت کردن محبوب، رضا بودن از محبوب، انقیاد، دفاع، مناصره، همه اش این چیزهای ضروریه که در زیر محبت هست که باید به وجود آید. و این چنین بغض به خودش چیزهای ضروری دارد، لوازم دارد. یعنی وقتی که بغض آمد بعضی از چیزها هست که حتما به وجود میاد. بغض وقتی که آمد دشمنی به وجود می آید، دشمنی ظاهری به وجود می آید. جنگ کردن و محاربه بر دین به وجود می آید. سب یعنی حقارت کردن و دشنام دادن دین و مؤمنین به وجود می آید. براءت کردن از مسلمان و مؤمنین به وجود می آید. دور گرفتن انسان خودش را از مسلمین به وجود می آید. پس هر کسی که چیزی را بد می بیند، بغض و عداوت نسبت چیزی پیدا می کند، همون چیز را دشمن می شود، به همون چیز دشمن می شود، ضدش جنگ می کند، از وی چیز بیزاری می جوید و بدبینیش را آشکار می کند. سبحان الله. پس اگر کسی که بگوید که من بد میبینم اما این چیزها پیدا نشد، این بغضش بغض دروغین است، یک مجرد دعوا هست. کسی که بگوید که من بغض دارم اما بعد از بغضش دشمنی به وجود نیاید، ضد اون جنگ به وجود نیاید، بیزاری تبرع جستن و بیزاری جستن به وجود نیاید، عملی ظاهریش به وجود نیاید، این دلالت میکرد که این بغضش بغض دروغین است. پس این چنانه که هر کسی که دشنام یعنی ظاهر می شود از وی انسان، یک دشنام ظاهر می شود، جنگ کردن نسبت دین به وجود می آید، عداوت به وجود می آید، یا که عموما این عمل ها به وجود بیاید وقتی که ما می فهمیم که بغض به وجود آمده است. این عمل ها دلالت می کند که بغض در قلب انسان به وجود آمده است، زیرا که چیزهای لازمی بغض به وجود آمد. ما از کجا میفهمیم که یک انسان بغض دارد؟ از دشنامش، از جنگش، از دشمنیش، از حرکت و کوششش، از بیزاری جستنش، تبرعش. هر کسی که خود را بگوید که من مسلمانم نسبت کافر بغض دارم گفت، این عمل ها باید به وجود بیاد. و هر کسی که نسبت دین عمل ها را به وجود بیاد، بغضش نسبت دین به وجود میاد. بارک الله فیکم. پس نمودهای بد دیدن توحید که ما باید بدانیم، این یکی از مسئله های بزرگ ترین است. نمودهای بغض توحید. اولین یکمین نمود بغض توحید این اعلان جنگ نسبت توحید است، حرب توحید است، نابود کردن توحید است. تن کردنی راه دعوت به سوی توحید است. آزاد کردنی یا که آزاد گذاشتن شرک و کفر و تن گذاشتن میدان توحید یا که تماما فرصت ندادن به توحید. این دلالت میکند که انمین بغض بر توحید است. این یکی از نمودهای بغض توحید است. هر قومی را دیدید که این چنین علامت دارند، دانید که اینها نسبتی توحید بغض دارند، زیرا که کفر و شرک را آزاد گذاشتند، آشکار گذاشتند، اما توحید را نمیگذارند که وجود داشته باشد. ضد توحید کوشش میکنند، موحدین را نابود میکنند، سخن درباره توحید را جنایت اعلان میکنند. پس اینها کسانی هستند که نسبت توحید بغض دارند. دومین نمود بغض توحید
پیشگیری کردن از راه الله، منع کردن مردم از عمل کردن بر دین و داخل شدن بر دین، پابرجا بودن بر دین، یا که کوشش کردن برای پنهان کردن بعضی از نشانه های دین، شعارهای ظاهری دین، یا که نشر و پهن نمودن همه آن چیزهایی که مخالف دین است، ضد دین است، یا که دین را نابود میکند، میشکند، یا که دفاع کردن از این چیزها، چیزهایی که کفر است و شرک است و بدعت است و خرافات است و شکننده دین است و مخالف دین است، یا که دفاع کردن از اهل شرک، از اهل فحشا و منکر، یا که پهن کردن و کوشش کردن برای پیشروی فحش و فاحشه. این همه یکی از نشانه های یا که یکی از نمودهای بغض توحید است. سبحان الله، این دومین نمود بغض توحید. سومین نمود بغض و بدبینی توحید بد نشان دادن دین، بد کردن دین، دشنام دادن دین، تحقیر کردن دین که در درونش مسخره کردن و استهزا کردن و رد کردن دین. این همه نمود از نمودهای بغض توحید است. سبحان الله، امروز چقدر انسان ها خود را مسلمان می دانند لیکن این نمودها را دارند. چهارمین نمود بغض توحید مدح کفر. به عباره دیگر بگویم خوب گفتن کفر، نغز گفتن کفر، سناغ گفتن به کفر، اظهار و آشکار کردن کفر، اجازت دادن و فرصت دادن برای کفر و شرک و تأیید و دستگیری کردن اهل کفر از کفار مشرکین، مدح کردن کفار و مشرکین، کمک کردن کفار و مشرکین بر کفرشان. این همه نمودهای از بغض توحید است. پنجمین نمود بغض توحید محاربه اهل دین، جنگیدن اهل دین، نابود کردن اهل دین، دستگیر کردن اونها، حبس کردن اونها، اذیت دادن اونها، دشنام دادن اونها، مسخره و استهزا کردن اونها، بدی کردن در حق اونها که اونها از اهل دین هستند، موحدین هستند. این هم نمود از بغض توحید است، چرا که اهل توحید را بد کردن این بد دیدن توحید است و کسی که این عملها را دارد، البته کسی که اهل توحید را بد میبیند، این کافر است. نمود از بغض توحید نابود کردن فرهنگ جهاد و نابود کردن اهل این عملی بهترین و داشتن مردم از این راه، این بغض توحید است و این عمل یکی از بارزترین یا که ابرزترین علامت هایی است که اهل نفاق دارند. منافقین در حقیقت این عمل را بد میبینند، چلی که الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران 167 آیت میگوید وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ اقرب منهم للایمان. حتما بدانند آنانی که نفاق میکنند، نفاق دارند، که برای آنها گفته شد بیایید در راه الله بکوشید، بجنگید یا که دفاع بکنید. منافقین گفتند اگر ما قتال را میدانستیم به شما پیرو میشدیم، اما نمیدانیم، گویا که نمیدانیم. پس الله میگه هم، یعنی همین منافقین به کفر نزدیکترند در همون روز نسبت به ایمان دیده. هفتمین نمودی بغض توحید
این پنهان کردن حق یا که آمیخته کردن حق به باطل و تلبیس کردن، حق را به باطل آمیخته کردن، که این یکی از خطرناکترین گمراهی است، عملهای بدترین است. حق را به باطل آمیخته کردن یا که حق را به باطل پوشانیدن یکی از خطرناکترین عملهایی است که امروز ما مشاهده میکنیم که اهل مرتدین یا که منافقین برای اسلامی حقیقی را نابود کردن و اسلامی که خودشون میخوان همین را به دست آوردن، این چنین عملها را به جا میآورند. بارک الله فیکم. این همه نمودهای بغض توحید بود. پس بارک الله فیکم برادران و خواهران موحدم، ما باید کوشش بکنیم و حرکت نماییم که یکی از این عملها، یکی از این نمودهای بغض توحید در ما نباشد. البته به کوشش، به حرکت، به انقیاد، به آموزش ما می توانیم که خود را نجات بدهیم. احکام البغض، حکمهای بغض. اولا ما چند نمودی بغض داریم. علما میگن 6 نمودی بغض وجود دارد. اولا بغض واجب، بغضی که واجب است، بغضی که تعبدی است، بغضی که باید در انسان به وجود آید، فرض است. اگر در انسان به وجود نیاید کفر است. این بغض شیطان، بغض و بدبینی شیطان، بغض و بدبینی کفر، بغض و بدبینی مشرکین، بغض بدبینی معبودای باطل از طواغیت، بغض کفر، بغض اهل کفر، بغض دشمنان الله از کافرین و بغض آن چیزی که الله اون را بد می‌بیند و نسبت اون بغض دارد و از اون راضی نمی‌شود. بد دیدن و بغض و همه آن چیزی که از ذکر الله انسان را باز می‌دارد، از فعلها باشد یا که از دیگر چیزها باشد. پس همین بغض واجب تعبدی به 2 قسم تقسیم می‌شود. اولا آن بغضی که ترک کردنش کفر است و همین نمود بغض، این بغض کفر بر طاغوت است. یعنی بغضی که بر طاغوت و بر کفر است. یعنی این رو میگیم کفر بر طاغوت، بغض کفر و اهل کفر، بغض طاغوت، بغض کفر، بغض اهل کفر. این رو میگیم کفر بر طاغوت و بغض کفر، بغض اهل کفر، کافران و مشرکین. ترک کردن این نمود بغض، کسی که کافر را بد نبیند، مشرک را بد نبیند، کفر را بد نبیند، طاغوت را بد نبیند و نسبت اونها بغض عداوت نداشته باشد، به اونها کفر نورزد، این انسان به کفر واقع شده است و خودش کافر میگردد، زیرا که این نمود کفر اصل دین است. دومین نمودی بغضی که واجب تعبدی هست، آن بغضی که ترکش حرام است اما به درجه کفر نمی رسد. به مانند ترک کردن بغض، ترک کردن بغض یکی از کافرها، یا که مثال واضح ترش این است که بغض نداشتن نسبت گناه. یکی از گناه ها، یک گناه هست شما نسبت هم گناه بغض ندارید. البته این انسان را کافر نمیکرد، اما این گناهی بزرگ است. چرا که گناه را الله بد میبیند، الله نسبت گناه بغض دارد. هر چیزی که الله بد میبیند و بغض دارد، شما هم باید بغض داشته باشید. وقتی که شما بغض ندارید نسبت چیزی که الله بغض دارد، این گناه بزرگ است. به مانند دوست داشتن نظر کردن به چیزی حرام از فحشا، یا که دوست داشتن گوش کردن موسیقی و مثل همین چیزها. البته گوش کردن موسیقی را الله بد میبیند، الله نسبت موسیقی بغض دارد، نسبت فحشا و منکر مشاهده این چیزها الله بغض دارد. اما انسان اگر نسبت اینها بغض نداشته باشد، دوست دارد، داند که به نهایت عملی بزرگی را، حرامی را انجام داده است. پس
بغض واجب و تعبدی دو نمود است. یک نمودش انسان را کافر میکند و یک نمودش انسان را به گناه کبیره میبرد. و دومین نمود بغض، بغض کفری، یعنی بغضی که انسان را کافر میکند. اولین نمودی بغضی که گفتیم بغضی که حتما باید در انسان باشد. اگر بغض نباشد کافر میشد، اما در این عمل اگر بغض باشد کافر میشد. سبحان الله. این بغض کفری، بغض الله، بد دیدن الله، بد دیدن فعلهای الله، صفتهای الله، بد دیدن رسول الله سبحانه و تعالی، بد دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم و الله سبحانه و تعالی، یا که بد دیدن یکی از نبیهای الله، رسولان الله، بد دیدن یکی از اولیاهای الله، یا که بد دیدن اهل دین، بغض دین، بغض امر الله و رسول الله، هدی و منهج الله را بد دیدن، هدی و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم را البته بد دیدن، سنت رسول الله را بد دیدن، یا یک چیزی که رسول الله آوردن این چیز را بد دیدن، این همه بغض کفری است. این همه بغض، بدبینی کفری است که انسان را از اسلام بیرون میکند. سومین نمود بغض حرام، محرم، که به درجه کفر نمیرسد. یعنی بغض و عداوت کردن به خاطر دنیا. به خاطر دنیا به یک برادر مسلمانتان بغض میکنید، عداوت به یک، البته بد میبینید یک برادرتان را به خاطر دنیا، که البته این بغض محرم است، گناه کبیره است. بغض مستحب کامل، این بغض به خاطر الله، بغض لله فی الله، به مانند بد دیدن یا که بغض داشتن نسبت یک انسان فاسق به خاطر فسقش. یک مسلمان است اما فاسقش، به خاطر فسقش همین مسلمان رو بد میبینید، حجر میکنید. این بغض مستحب است که اگر ترک کنید گناهگار نمیشوید، اما اگر انجام دهید به درجه کامل میرسید، یعنی ایمان کامل رو نصیب میشوید، یا که بغض کامل بر شما به وجود میاد. بغض مکروه، به مانند وزمین حس کردن بعضی از عملهای شریعتی، یعنی وزنین حس کردن، یعنی به یک مشقت حس کردن بعضی از تکالیف‌های شرعی، کره میگن این را. ششمش بغض مباح طبیعی، به مانند بغض بعضی از چیزهای دنیوی، یا که بد دیدن، بغض داشتن نسبت بعضی از چیزهای دنیوی، که البته این مباح است. بغض داشتن یا نداشتن در این حالت باقی ندارد. پس 6 نمود بغض است. بغضی که واجب است، بغضی که حتما باید باشد در انسان، این بغض تعبدی هست، بغض واجبی. بغض کفری که در انسان نباید باشد، این بغض دین و الله و رسول و غیره. بغض محرم و بغض مستحب و بغض مکروه و بغض مباح، یعنی بغض واجب، بغض کفر، بغض محرم، بغض مستحب، بغض مکروه و بغض مباح. بارک الله فیکم. پس این نمودی بغض ها را خوب آموزید و بغض واجبی را به وجود بیاورید. بغضی که ترکش کفر است و ترکش حرام است این را به وجود آورید و بغض مستحب را به وجود آورید. اما از باقی مانده از بغض کفری، محرم، مکروه دست کشید. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله در